من سعید فولیم زوده و استخدامات کننده نوحه رودکی جماعت دهاتی راحتی دهه شیخون با شخصیت بهروز چنین گفتنیم که بهروز این روز بیا بین تاجیکستان بین چقدر گلگل شکفته است. این سیاست پیشگیری جناب ولی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که قدر نسبت جوانو غمخوری کرده است. هر شب و روز با واسطه آینه‌های نیلگون با واسطه اخبار عامه در تلویزیون و رادیوها آبادی دیار گاب زدستیان. بهروز ایدور برآمد نکرده بیا به وطن خود برگرد. آبادی را ببین چیزی که با چشم می‌بینی ندیده علاج نیست. اگر با چشم ببینی به تو باور می‌کنی. این روز وقتی که شما فریفته دولت‌های دیگه شدگی بهروز ای را بیا وطن خودت ببین با چشم خودت ببین. میگن بیشتر دیدن است و خوردن نه. بیا اول با چشمت ببین. تاجیکستان زیباییش ببین. آبادی شبین، صاحب استقلالی شبین، کی چی کار میکنه در وطن خود آزادانه یگان فعالیت یگان کارخانه رو بستگی نیست. فعالیت یگان شخصیت محدود کردگی نیست. تمام کارخانه ها، تمام مؤسسه ها، تمام مسجدها، مسجدهای پنج وقته، مسجدهای جمع خونی کار و فعالیت کردن بهروز. اگر یک ذره ننگ و ناموس ملت داشته باشی نسبت تاجیکستان عزیز برآمدهای بی‌زیب نکن. همه یک چیز است بهروز که بزرگان میگن که در جهان داودن سه چیز نمونه میمونده. اول فرزند میمونده، دوم زن میمونده، سوم بنیاد خانه. شخصی که فرزند داشته باشه نام وی باید به نیکی از باغش یک میوه خورن گویند که فرزندی فلانی کرد یا که باغ فلانی میگن. نیکی فرزندی خوب باشه میگن رحمت بر پدرش که نمیخواد فرزندی خوب تربیت کرد. این روزا باشه. نیکی شما وقتی که در شبکه‌های اینترنتی با صدای مردم برآمد میکنی نسبت تاجیکستانی خودت این قدر نفرت داری این ایروی آدمگری نیست بهروز. وجدان انسانی را گم کردگی بهروز. بیا در وطن خودت نمیخواد کار فعالیت کن. من اتیا خواهش دارم بهروز. این روز استاد خلیقوف در دهه همچون شخصی نامدار اوی در شان شرف تو نمیزه بهروز. بیا قامتی پدر خم نکن. میگن که قامتی خم گشته پیران نشانی مرگ نیست. یک کمان میتونه 100 تیر رو برنشون بره. یعنی یا استاد خلیقوف میتونه که 10 بهروز تربیت کنه، 100 بهروز تربیت کنه. این روز استاد ما تربیتگری نسل نورسه. آینده تاجیکستان در دست که در دست جوانای. بیا تاجیکستان تو آباد کن.